مادر جان کنی خیزی. مادر جان التماس نفس کشید. مادر با مادرم چی شده؟ تو خواطر نشو بیرم. رفته به دادرم نگهبان شو. بیرم گفتم بیرم. مادر جان التماس نفس کشید. مادر جان ما رو نفس کن. التماس مادر جان التماس نفس کشید. جانم مادر جان مادر جان نروی. مادر جان مادر ما چیکار میکنیم؟ نروی. مادر جان ما به شما چیکار میکنیم؟ مادر جانم دخترم چشمت رو کشو. جانم دخترم چشمت رو کشو. چشمت رو کشو. جانم دخترم پدر جان شکر دخترم. شکر دخترم چشمت رو کشو. خوب هستی دخترم؟ جانم شکر خدا رو که زنده ای. خدا رو شکر. مادر جان چرا ما رو تنها میگذاری؟ مادر ما به شما چیکار میکنیم؟ مادر جان بیدار شدید. مادر ما رو تنها نگذارید. التماس مادر جان التماس چشمات رو کشید. التماس مادر جان خیزید. مادر جان التماس مادر جان خیزید. مادر جان به خدای نروید. مادر نروید. بس کن آخر کمتر استراحت کن. اگر خودت را کشتنی باشی من راه آسانش را نشان دهم. کار 10 نفر را کردی. حالا سوراخی سرت هم محکم نشده است. هیچ غم نیست. من باید زودتر به خود قوت جمع نمایم. این همه به نیت مشق است. همین قدر قوت کفایه است یا که گرکولس شدن میخواهی؟ نه، همین رو درک کردم که اگر در این دنیا بخواد باشه زیری پا می شده. برای همین هم جسمانان و هم عقلان باید پرقوت شده. فهمیدی؟ این را چطور فهمیدی؟ تو یکم چیز را در یاد نداشتی که؟ درست میگویی، در یاد ندارم. لیکن عجیب است که
дар ана инҷо як ҳиссиёте аст. сари синаам сӯзише дорад. дар дилам ҳиссиёте ноаён дорам ки худ намедонам чӣ тавр ба ту бифаҳмонам, лекин месӯзад. мефаҳмам чӣ шудааст намедонам, аммо аниқ чӣ нохушие шудааст. барои корҳои гузаштаат худатро азоб надеҳ. ту каме сабр кун, вақти соаташ меояд. сари синаи ман ҳам месӯзад. танҳо як фарқ дорем. ту сабаби он оташро намедонӣ, аммо ман медонам. хуб медонам. ҳангоми ба ёд оварданам бисёр зиёдтар мешавад. афсӯс, коре карда наметавонам. барои он ки девона нашавам, тамошо мекунам. ту ҳам тамошо кун дӯстам. вақте аз дастат кор намеояд, калаатро кор фармо ва ояндаатро фикр кун. танҳо кӯшиш кун то ба касе зарарат нарасад. як рӯз не як рӯз вақташ меояд, мебинӣ он оташ чӣ тавр хомӯш мешавад. ана дар он вақт сабаби сӯхтанатро мефаҳмӣ ва шукр мекунӣ дӯстам. сабр накунӣ, девона мешавӣ ва танҳо ба ҳолат механдам. фаҳмидӣ? фаҳмидам. ҳамин тавр мекунам. ба ягон ҷо нишаста тамошо мекунам. бисёр хуб. ҳоло бошад ман меравам. ту каме истироҳат кун. баъд ҳардуямон мекашонем. агар хоҳӣ ҳардуямон мусобиқа мекунем. дар амони худо. قماندان در کجاست؟ ای آشنا، با تو چی شد؟ کور یا کر هستی؟ بینای قماندان در کجاست؟ کمتر پیشتر. دویم کم کوچه طرف چپ. تو در اینجا چیکار داری؟ من هم میروم. برای چی؟ نمیخوام که شما رو تنها بذارم. پدر همش رو آیت الله با من نکن. در این کارها من شما رو تنها نمیگذارم. کودک نیستم. خیلی خواستی توشم. یعنی رفتی. مهریز تمام این حجره ها رو از نظر میگذارم.
آنها در اینجا می باشند. نباید به آن زن باور میکردیم. آنها یگان جا نرفته بودند، در مهمان خانه پنهان شدند. این شخص مادری ما نیست. اکا مادرم رو پیدا کنید. پیدا میکنم خواهرم. مادرم ما رو حتما مییابم. آشیانه پایان را از نظر گذارم. من باشم آشیانه بالا را از نظر میگذارم. حاجت خانه ها را نیز از نظر گذارم. و کدام شکافی در آمده باشد هم فرق ندارد. این دفعه باید آنها را پیدا کنیم. اگر نه سرمان هستند جدا میشن. مرا فهمیدی؟ بله فهمیدم. از پس کار شد. مادرم رو یافته نمیتوانید. بحری داشت سوزده. آن آدمانی بعد ما رو جستجو دارن. حالا در همین جا هستن. من چیکار دارم؟ من مادرم رو بحری تمام خط کن. من چیکار دارم گفتم؟ رفتیم مادرم رو پیدا کنیم. معلش خاموش است. پیدا میکنیم. خاموش است. اگه من مادرم رو دیدن میخواهم. شما باشه در همین جا ایستید. من رفتم. بحری مادرم ما رو حتما پیدا میکنه. لیکن اگر اون آدمانی بعد ما رو دستگیر کنن زود نابود میکنن و دیگر مادرم ما رو دیده نمیتونیم. فهمیدی؟ خاموش شو، داد نزن. اکیمی چی شد؟ اینجا است. من نیافتم. شما چیکار کردید؟ تو کی یگان چیز رو یافته بودی؟ اگر خطا نکنم آن کودک در همین جا است.
ها؟ تو همون کر رو کوری؟ در اینجا چیکار داری؟ جواب ده، در اینجا چیکار داری؟ قماندان، این رفیقم کسل است. جراحی شده است. مشکلی به یاد آوردن را دارد. گاه گاهی فراموش خاطر می شود. نه کسل، برای همین دیوانوار به من نگاه کردی. خدا شفا دهد. دعا کن که کسل بوده. خدا تو را به پدر و مادرت بخشه. خدا حافظ. در اینجا چیکار داری؟ در سمنت کشی بودی، باید استراحت میکردی. با تو چی شد؟ اینجی است. سمنت؟ سمنت چیه؟ بیا رفتیم و تو گفتم که استراحت کن. نمیفهمی؟ رفتیم. کجا شدم؟ با چشمانم دیدم و این حجره در آمدم. اکا کیریزا خوش شده است. شما در اینجا چیکار میکنید ها؟ خانم چیکار میکنیم؟ بیمارمان رو از نظر گذارم. زود رفتیم. زود باش رفتیم. آیا نمیبینید که این حجره بیمارا نیست، حجره همشیره است؟ نمیبینم، کور میباشم. برای چی گریختی؟ دخترم برای چی اکروی کردی؟ میدانم مادرت را جستجو داری. برای بهبودی تو نگفتم. آیا من به تو بدی را میخواهم؟ میدانم تو را بسیار آزار دارم، لیکن این همه برای تو بود. برای خوب گردیدن آینده‌ات می باشد. برای باز هم خرسندانه زندگی کردن. کنی دخترم، چشمت رو گشا. من به تو نمیتوانم. چشمانت رو گشا. اینجا میخوابونیم. جناب کمک میکنید؟ بیمار رو در اینجا خوابونیم. زهرا، با شما چی شد؟ نه، ناگهان با پا خستم، از همین سبب سرم دور زد. شما ناراحت نشوید، برای کمک دیگر کس رو فرایید. نه من خوب میباشم. 1 2 3 آیسته آیشه سوزندار رو آماده کن. ای خدا، این چی حال است؟ احوالش خوب است؟ نه آنقدر، کار خداست، ما از او امید داریم. خالدون، میدانی من نهایت دخترم رو دیدم. نگاه کن، دخترم در آنجا می باشد. بسیار کلان شده است. دختری زیبا شده است. نمیدانی که من او را چقدر یاد کردم. چقدر. خالدون، هیچگاه دانسته نمیتوانی. عموما نمیدانی. حسیات مرا عموما ندانستی. برای چی زهرا؟
برای چی؟ هالدون از من پرسیده ایستاده ای. تو هم از من پرسیده ایستاده ای. مرا از او جدا کردی. در حسرتی بوی مشکش مانندی. حالا باشد هالدون. نه نه زهرا، نه. من به خود گفته ایستادم، نه به تو. چطور کردم این ناعدالتی را؟ چخیل به تو کردم زهرا. من پشیمانم. مرا ببخش مرا ببخش. نگاه کن، به مثل فرشته خواب کرده است دختری من. جانم، حسرتم. آخران بار در طفل بودنش دیده بودم. مادر گفته نمیتوانست. حالا باشد کلان شده است، زیبا شده است. بیا هالدون، دست دخترم را دار. دستت را دراز کن. کنی بیا. او را به تو امانت میگذارم. به من وعده ده. برای نسوزاندن حیاتش وعده ده که حیاتی او نیست مثل حیات من نشود. برای خوشبخت کردن وعده ده. به دخترم نگهبان شو. به من وعده ده. با برابر اجرای وعده تو را میبخشم. ظلم های کرده را تنها آن وقت میبخشم. وعده میدهم زهرا. برای دخترم حیات بهترینش را مهیا مینمویم. او را دائما دوست میدارم. هیچگاه او را زیغ نمیکنم. هیچگاه. همشیره، نفس سونئی ده. حالت بیمار بد شده ایستاده است. شما با بیرون برایید. دخترتان با ما امانت میباشد. خواطر نشوید. ای خدا، من چیکار کردم؟ بس یک روی نکن بحری. تمام حجره ها رو دیدیم. اگر مادرم آنجا می بودن می افتیم آخر. همه جا رو ندیدیم. دیدیم. نه ندیدیم. ده خونه رو ندیدیم. در ده خونه ها مرده ها رو میگذارم. فهمیدیم مرده ها رو میگذارم. میدونم ندیدم چون که ترسیدم. از مادرم رو در آنجا پیدا کردن ترسیدم. میدونم مادرم در آنجا هستن. اگر در آنجا نمی بودن حتما در حجره ها میشدند آخر بحری. اگر دروغ میگویی. دروغ نمیگویم بحری. مادرم وفات کردم. پدرم هم وفات کردم. وقتی برای گرفتن او آمدند او نفس نمیکشید. زنده نبود. مادرم آن وقت مرده بود. اگر دروغ نگویید مادرم نمرده است. مادر خدا جان، مادرم رو از ما بسیارتر دوست داشتی. کاش مرا میگرفتی. کاش که مادرم نمیموند. بین اینجا کودک است. او دادرکی من است. شیر برای خوردن ندارم. حالا مادرم هم نیستم. کاش که من میموندم و دادرکم بی مادر نمیموند. ای خدایا با ما کمک کن. به خاطر این طفل به ما کمک کن. ما از عهده او برآمده نمیتوانیم. خدایا به ما کمک کن. آمین. قماندان، مادامی که شما را روس‌ها به اینجا فرستادند
شما یا تعیین شده اید یا با مقصد ادای دیگر وظیفه به اینجا تشریف آوردید. شاید وظیفه مخفی باشد. آیا شرح دیگر دارید قماندان؟ من نفهمیدم. فهمیدید گنرال، رتبه گرفتم. چه خیلی که گفتید، یک رتبه بالا شدم. تا مراسم رتبه سپاری قماندان میمانم. من وظیفه مخفی ندارم. ما همکار هستیم. بین همکاران نباید یگان سیر باشد. همینطور نیست؟ این تنها تکمیل وظیفه است. اوه، تبریک. یک بار دو رتبه. احسن، آفرین. تبریک میکنم قماندان. تبریک میکنم. تشکر گنرال، بسیار لطف کردید. شما در خارج ادای وظیفه کرده اید؟ بله، در قوه های صلح سازمان ملل متحد وظیفه دار بودم. مدتی وظیفه‌ام کوتاه بود. در کدام دولت؟ لبنان. در آنجا وضعیت ناآرام بود. آن وقت جنگی داخلی میرفت. لبنان میدانم. سازمان ملل متحد. گنرال دیپنس دوستی نزدیکم بود. مرد فاضله. او را باید بشناسید. بار اول تو را در حالت گریان میبینم. یا اینکه چیزی به یادت آمد؟ نه، از چنگ سیمین چشمانم ابروان شد. کمتر سوخته ای صداست. راست؟ اکنون تو مرا فریب میدهی. فکر میکنی که من عقل ندارم ها؟ من راست میگویم. کاش که همش به یادم میآمد. اون وقت باشد از خرسندی گریه میکردم. با فکرم گنرال دیپنس را در یاد ندارید دوستم. قدش دراز با جناب جان مانندی دارد. اگر در لبنان ادای وظیفه کرده باشید حتما او را بشناسید. شما بسیار گنرال شوخ طبیعت بوده اید. چی گفتنید؟ آیا شما شوخی میکنید؟ نه، تنها شوخ طبیعت بودنتون را گفتم. در لبنان گنرال دیپنس گفتنی شخص نبود. چی؟ در کدام باره گپ میزنید؟ آیدی حقیقت ها گنرال، تنها حقیقت ها. برای آن که نام تمام کارمندانی در لبنان بوده را به شما گفته میتوانم. اگر خواهید شما هم قید نمایید تا که سنجش گذرانید. گنرال دیپنس گفتنی شخص نبود. خاطره من مرا فریب نمی کند، لیکن خاطره شما را فریب کرده ایستاده است. بله، شاید گفته هایتان درست است. ممکن است من خطا کرده باشم. گنرال دیپنس نه در لبنان بلکه در دیگر جا بود. من خطا کردم. درست است، من خطا کردم. به فکرم او در لیسابون بود. لبنان را با لیسابون آمیخته کردم. برای ادای وظیفتان به شما موفقیت میخواهم قماندان. همیشه کامیاب باشید. به قرارگاه خوش آمدید. تشکر جناب گنرال. با این مرد نگر. با من معقول نشد. نفاری. بله درست میگوید. یک و یک بار دو رتبه بالا برآمده است. عجایبش هم همین است. در دوره عثمانی میشد باور میکردم، لیکن در جمهوری ترکیه تا یگان حادثه فوق العاده نباشد به یگان کس دو رتبه داده نمی شود. تحت نظارتش بگیر. اطاعت. شو دادر جان، گریه نکن، آرام شد. گریه نکن، آرام شد. شکمش گرسنه شده. شیر میخواهد. مادرم اون رو میخواهد. مادر جان. بهری
بهره گریه نکن التماس. برای دادرمون باید یگان کار کنیم. ما با مادرمون یگان کار کردن نمیتونیم. می بعد دادرچه ما رو ما کلا میکنیم. ما نگاه بین میکنیم. تو باید اپا باشی. میدونم بسیار دشوار است اما باید نگاه بین کنیم. تو اکنون اپا هستی فهمو؟ فهمو اکا من آروم میشم. لیکن برای باید اگون چیز پیدا کنیم. مادرمون رو میخواهم. با دادرمون شیر از کجا پیدا کنیم اکا؟ نه این هم نیست. چخیل اکا؟ نه خدا را شکر که این نیست. چیکار میکنی؟ از این برمیاد که خش ما در این بیمارخانه نبوده است. دیگر بیمارخانه را از نظر میگذاریم. به قرارگاه میرویم. تشکر. سلامت باشید. بیمارتون رو میوبید خدا انشالله. خواه. مایلش. اکا همون زن بود. چرا اون نیست گفته؟ تو در حقیقت دیوانه ای. من احمق نیستم. دیدم همون زن بود. بله آن زنه که جستجو داشتیم. همین شخص است گویم. چی میشد؟ چی کار میکردیم؟ جسد این زن رو گرفته میرفتیم. نمازش رو خوانده گور میکردیم. درست میگوید. من کله ندارم. احمق. تو کله داری لیکن درونش خالی میباشد. این کله نه دوامی گردن است. خلاصه از یک تاش خلاص شدیم. حداقل برای قماندان یک خبری خوب پیدا کردیم. بیا زود از پس دیگرهایش میشویم. رفتیم. اول فشار آورد. برابری پاسخهای من فکرایش عوض شده به سفسطه گفتن شروع کرد. لبنان را با لیزبان آمیخته کرده است. آنها با صابونی من جامانش شستند ظفر. آید حجت مخصوص یگان نشانه ای را در کردید؟ الو کیست؟ میمیش کنی با من دید. الو میمیش میشنوم. کودکان ناعهده براها لعنتی دو کودک خرد را دستگیر کرده نتوانستید. مرا گوش کن میمیش. آن کودکان را دستگیر نموده بکشید. مرا مجبور نسازید که آنجا روم. همتان را نابود میسازم. اول تو را نابود میکنم. چی شد قماندان؟ چی میشد؟ مادر مرده است اما فرزندان تا حال زنده. قماندان جناب هلدون در همانجا نباشند؟ هلدون بله از بین ناگهان ناپدید شد. شکر خدا میگویم دخترم. مرا سخت ترسوندی. اگر به تو یگان چیز میشد من چیکار میکردم؟ دخترم مرا سخت ترسوندی. من هم ترسیدم اما حالا خوبم. سلامت باشید. سلامتی دخترتون خوب است. میتوانید رو برید. جناب دکتر تشکر. دخترم به خانه‌مان میرویم. اکا این را شما خورید. نه بهری خواهشی خوردن ندارم. تو خور آخر بخور. من هم نمیخواهم اکا. این طور باشد حالا تو به خواهرمان خوراک ده. من به یک جا رفته میایم مالش. اگر نوایی چیکار میکنم؟ میایم. من حتما میایم. تو حالا به دادرمان خوراک ده. تو اپش هستی این رو فراموش نکن مالش. مایلش خوب شده است. من او را نگاه بین میکنم. دیگه نکن. آرام شد.
جانم مادر جان مادر جان مادر 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 جان مادر جان بسیاری بد فکر نکن پگاه کار داره با اشتهای تو جانم مرا خواطر کردی یگان چیز نگفتی لیکن من خواطر شدم من با اتاق می روم جانان هالدون این رو دیدی با چشمانی خودت دیدی با من معامله سگ رو داره من با او چیکار کردم این در حق من ناحقی می باشد ناحقی است هالدون دیگر به این بی‌حرمتی و بی‌تربیتی تو به طاقت ندارم شد اینقدر بسیار گپ نزن و خاطر زهرا تو را بخش حسیسه باشد و تو از صد چی محفوظی
چشمانم روشن شد. اینقدر بسیار خواب رفته ده. صبح خیر. برای یک کار تو را به شهر روان میکنیم. به شهر؟ بله. امانت های گنرال رو گرفته به این سراغ میبری. من بعد این کار را بیاموز. این را گرفته به جای بد گذار. گیر شاید در راه گروسنه میمونی. یگان چیز میخوری. از جیبی من نیست. گیر. اما فراموش نکن معاش اولت را گرفتی به من ضیافت میکنی. در حقیقت به من معاش میدوده باشم؟ البته میدهم. به فکرم اون سیمنت ها را برای خیریه نکشیده ای. تو هم یکی از اعضایان اینجایی. این اژدر است. امت اژدر؟ فرهاد؟ شما در اینجا چیکار دارید؟ فرهاد این تویی؟ بله من خودم. شما در اینجا چیکار کرده ایستادید؟ زهرا چه حال دارد؟ زهرا خوب است. من اینجا برای دیدن یک شخص آمدم. دور شو. نباید با من همراه ببینم. دور شو. دور باش. شد نگاه دار. کار چی شد؟ برای چی آمدی؟ حالا کاری کرده اما ناپوره است. کدام کار؟ زهرا. یعنی؟ کدام کاری زهرا ناپوره مانده است؟ آن کار خاتمه یافت. چی طور خاتمه یافت؟ پلی خون در بین مانده است. زهرا را کشتی. نخواد زود فراموش کنی. آرام. سفسطه نخوانده رو کرد. کشتار و پلی خون را از کجا به میان آورده ها؟ زهرا را دوست نداشتی؟ از آنی تو نشدنش را فهمیده نکشتی؟ از بلندی نپرتافتی؟ این را چطور فراموش کردی ها؟ آرام شو. اثبات یا حجت داری؟ اثبات میگویی؟ من در قاچاقبری تجربه 30 ساله دارم. یگان جسد را بینم کی را خورده است میفهمم. زهرا را با چند تیر کشتی در یاد نداری؟ قماندان اگر به یاد آورده نتوانی من میگویم. قماندان من این هم اثبات و هم حجت میباشد. من اینها را یک یک از وجود زهرا برآوردم. کدام تیر از کدام سلاح میبراید این را نیز میدانم. فهمیدم. تو با من بیا. شرطهایت را گوش کنم. بعد همراه شرطنامه میبندم. من راضی. زود رفت لباسای کودک را عوض نما. همه جای را بوی گرفت.
هم رفته با اکت یوریده. من اینجا میستم. اکم خودش از آوردهش نبره. او پسر است. از کجا این کارو میتونه؟ تو دختر هستی. این کارو بهتر میتونه. من اینجا میستم. اکم یک چند مرتبه با خودش بس کردم. حیوان ها یکدیگر را بو کرده، انسان ها باشد گپ زده میفهمند. ما هم مشکلی همان را صحبت کنان میفهمیم. آیا زهرا را برگردانیده میتوانی؟ اگر مرده را زنده کرده میشود. تو موضوع را دیگر نکن، آن مشکلی حل شد. گپ سری مرگ انسان رفته ایستاده است. فهمیدم آخیر. ما آن جسد را مصلحت کرده گور میکنیم. خدایا زهرا جان من میباشد. دختری برادرم بود. قدر و قیمت او را با چی چن میکنی؟ من او را بسیار دوست می‌داشتم اجدر، بسیار تا درجه مردن. برای همین از من قدر و قیمتش را نپرس. تو یگان مراتب در حیاتت تا درجه مردن دوست داشته ای؟ اگر دوست نداشته باشی این سوالها را ندید. اما من همین را خوب فهمیدم که هم تو و هم من چیزهای دیگر را بسیار دوست. ما با کجا می رویم؟ با کجا رفته ایستاده ایم؟ با شما میگویم کماندان این چی نیرنگ است؟ اجدر یگان نیرنگ نیست. خواتیر در شب راه را میان عبور میکنند. اکا من خسته شدم. کمی استراحت کنیم. ما در اینجا گم شدیم. من میترسم. کمتر صبر کن. آخر این راه باید حتما منزل داشته باشد. اکا نگاه کن، آنجا ماشین است. از اون مایوری طلب میکنیم. باری است. اونها افسرند. بسیار خوب. بسیار نرم. اگر ما رو افسران کشتند. اگر نفی اونها رو ما رو به اون خطینا میسپرند. دکتر را دیده. ماشین رو نگاه دار. باری ما رو دیدن گریز. فران جویم برای چی میگریخته باشم؟ یعنی رفته از نظر گذرانه. شما اینجا ایسته. ایست. ماشین را نگاه دار. ایست. نگاه دار ماشین را. ایستا گفتم. ماشین را نگاه دار. ایستا. از ماشین فرار. فرار. زفر از ماشین فرار. این طرف. این طرف. این طرف. سلاحایتان را بزنی گذاره. زود باشه. گذار. چی شد؟ صحبت کرده ایستاده بودیم. باید شرطنامه می‌بستیم. کماندان آیا تو فکر میکنی که من کودک هستم؟ تو اینجا برای کشتن من آمدی. برای کشتن من. تو نیت شرطنامه کردن را نداری. احمق هستی احمق. اگر من تو را کشتن میخواستم همانا میکشتم.
و به یگان کس گزارش نمیدادم. قماندان من تو را میکشم. قسم میخورم که میکشم. تو چی گفتی؟ قماندان؟ فهمیدین؟ من قماندان هستم. فهمیدی؟ تو کیستی؟ شخصی بی صاحب، تنها قاچاقچی هستی. اگر یگان چیز شود همه به من باور میکنند، نه به تو. قسم میخورم که تو را میکشم. میکشم. منو میکشی ها؟ پالکوونیک رو میکشی ها؟ میدونی در این کشور چند افسر هست؟ 500,000. تو از 500,000 افسر چطور میگویی؟ تو را میکشم قماندان. کش! بلند را پس کن! زودتر! دیگه کشته نمیتوانی. دیدی؟ کشته نتوانی بکشم. مردی! زهرا را نیز همین دست کشته. اکنون فهمیدی؟ گوره دستگیر رفتم. منش من میگیرم تو نه بحری نه. شنیدم. ناپدید شد. دیده چطور ناپدید می شود؟ قماندان دیدم. چرا دیدی؟ انسان بود، حیوان بود. اگر انسان باشد از اینجا پریده نمیتواند. انسان بود. دیدم. خر خری خوشرو با مانندی تو رفته چیکار میکنی؟ از جای رفتن مادرت رو نیفتی چی از درون جوان میابی؟ مادری تو در یک جا نمیسته و فکر من که کوچگرد است. تو چی هم داری که مادر ما رو هرگز میگویی؟ دیونه تو چیکار میکنی؟ ایستو. تو چرا مادر ما رو کوچگرد گفتی ها؟ تو دیونه ایستو.
مادر خدا جان دیوانه شده. چی شده ایستاده است؟ همین دفشم از اینجا بهتر بیا. در اصل طارق به تربیت است که مادرم رو هر خیر چی گفته است؟ کوچکر آیا این سخنی بد است؟ طارقم راستش رو گفته است. همتون نفرت دارم، همتون افلاس هستید. گوش کن به خدای دختر، تو با کی داد زده ایستاده ای؟ کی را زده ایستاده ای؟ وای پسری هلدون میباشد پسرش. من دخترش هستم. نه تو تنها دختری آن کوچکر بوده میتوانی. برای آن که تو لایق هلدون بر این قدر نیستی. اگر نفرت داشته باشی دفع شده از اینجا رفت. نگاه کن در آنجا می باشد. این خانه تنها یک فرزند دارد که طارق است نامش. این را در سرت جای کن. پسرم جانا یک توی پدر است جانی من. شد حالا جمع کنید بعد میبینیم. салом ҷаноб, дар охир фаҳмидам. чиро? он хонуми ҳамхизмататон, хонум Ширин. чӣ шудааст? мутаассифона вафот кардааст. хеле ғамгин шудам. در خطر نکن، خوب باش. من چیکار کردم؟ خدا جزایم رو دیاد. من با رفیقم چیکار کردم؟ الو گوش میکنم. من کلیج شبانه باید واخوریم. مایل رو از اینجا رو. براو آفرین. دیدی؟ همه این سیمنت ها در زمین خوابند. همه‌اش نکاوت شده است. همه‌اش را به زمین غلطاندی. بسیار خوب. نگاه کن، این جوان ما مجزم بوده است. البته ورزش خوب است. از پیت و نیام باید قوت جمع شود. بسیار خوب. همه چیز را فراموش کرده است. مشتنی را در یاد دارد. اگر عقل فراموش کند هم وجود فراموش نمی‌کند. من از اینش خبر نداشتم. شما چه خیلی فهمیده قماندان؟ یک وقت هم من هم این کارو کرده بودم. بسیار شوق آور است. یک جای به دست پوشک ها مشق کنیم؟ چه حاضر؟ بله حاضر. چه شد؟ چه فکر داری؟ شروع کن و مثل دخترها آرام نیست. یعنی زودتر باش. در نوبت دیگر با مشت میزنم. آماده باش. خوش. این ضربه خوب بود. آفرین. بد نیست. کنی دوام ده. بیا. زودتر باش کنی. کنی همش همین است. برخیز. حالا تمام نشده است. همین طور است. کنی بیا.
شد تو بهتر هستی. شد بس کن. بسر ما گرگ های باران دیده هستیم و نیرنگی داریم که در آخر استفاده میبریم. اگر تو هم زنده مونده خواهی باید نیرنگت را در آخر استفاده کنی. این به تو دست نادر شد. آفرین بسیار تو با من مخور شدی. در بعد به قوت هست که تو جسارت خوب داری. دست خوب هم گرفت. دفعه رفته خوب هستی؟ خوبم. از این بر می آید که به تو بهانه لبنان را کرده است. از امنیت حربی گنرال ارتور این نمود تکتیکه ها رو می داند. باز از رتبت سوال کرد. بله با پدپالکورنیک شدنم نگاه نکرده. از بس که رتبه داده شد باید این وظیفه مهم باشد. عیان است که تو هم از فرصت استفاده برده ای. مایور نشده پدپالکورنیک شدی ها؟ رتبه 2 مراتب بالا رفت. اگر تو می شدی این فرصت رو از دست می دادی. خماندان با آنها یک قدمی دیگر نزدیک شدی. ببخش باید پدپالکورنیک می گفتم همینطور نیست؟ آن ستاره را در کتفت بدان و کارت را آسان نما. نوبت به موضوع مهم. آن حجتی که آید به مسئله ارمنی ها و آید به تشکیل کننده اش است. حجت ها را در کجا پنهان کرده است؟ یگان معلوماتی پیدا کردید؟ بله در کجا پنهان کردن میدانم. در کجا پنهان کردن؟ در حجره کاری گنرال. چی؟ آیا در حجره کاری گنرال حجت پنهان کرده می شود؟ دیدید شما هم این تفکیک میکنید. برای همین جای پنهان کردن آنجاست. باوری داری؟ باوری کامل دارم. یگان نقشه داری؟ بله یک نقشه دارم. دشوار، خطرناک و کم تاثیر مصرف. مصرف گفتی؟ مصرفی چه خیلی؟ نام ندارد؟ محترم راهبر البته نام دارد. این حصه از فایده عمومی خیلی که میدونیم کشورمان از زمین وای است. چی میگویی؟ تو چی گفتن میخواهی؟ آیا خواب میبینی؟ نه جناب وزیر من یکان چیز گفتن نمیخوام. من انسانی حقیقت جو امکان ناپذیری را میخوام. شف نکردم. حقیقت رو بزن. این امکان ناپذیر چی است؟ برای شما امکان ناپذیر این امکان پذیر است. با قدرت طریق کردیت باید زمین ها را بگیرید. میفهمی؟ این چه جرأت است؟ این چه بیادبی است؟ تو چه افسری؟ محترم وزیر اگر خطا نکنم در این مجلس هممون افسر میباشیم یا من خطا فهمیدم؟ شما به دولت خدمت‌های شایسته کرده اید و افسر هستید، لیکن خزینه کشور در دست شماست. شما هم افسرید، همینطور نیست؟ لیکن تمام تندرها از دست شما گذشته ایستاده است. مگر این خطاست؟ اما تو با ما سودا کرده ایستاده ای. نه محترم وزیر من این طور فکر نکردم. من برابر خدمت به دولت میخواستم باز یکان کار کنم که نزد مردم عیان باشد.
میخواهم نشانه گذارم. مثلا بینا، انشاءات‌های آسمان بوس و هاکذا. آیا این قد است؟ همه به هر چه رعایت کند تو هم به آن رعایت میکنی و اصول ما تابع میشوی، فقط بین این رنگ. البته برای دولت و سردارم به همه فداکاری ها راضیم. این طور باشد به کاری در کش بوده با دقت باشیم. تو درجت با او به تماس براید. بسیار احساسی است. بسیار دانا است. با دیگر را به گنرال ارتور نزدیک شدن ناممکن است. بله. نسیم. کاش آتش میافروختیم. دادرمون گرم میشد. نمیشود. نمیتوانیم. اگر آتش افروزیم ما رو زود مییابند. اگر آتش نباشد گرگ ها میآیند. میترسیم؟ نه نمیترسم. چرا؟ اگر گرگ و خوگهای وحشی ما را خورند ما میمیریم. وقتی که بمیریم به نزد پدر و مادرم میرویم. اگر اکای فرهادمون را بینیم و نزد پدر و مادرمون رویم برای چی ترسم؟ خواهرکی من خواهری زیبایم. تو را دوست میدارم. اشکم تب دارم. Keklik dağlarda çalar Yavrum diye diye ağlar Günden güne yansa dağlar Görenlerin bağrı yanar Ağlarım ben keklime Seherde öten diline İpeklenmiş tüylerine Yanaktaki benlerine Ağlarım ben keklime گیر. در این کاغذ ها لایحه های نو است. اینها را به نظر گرفته حساب کن. اگر کدام زمین در عرفه قیمت شدن است به خریدن شروع. چی طور؟ چه خیل چه طور؟ هلدون با طلاهایی که در دست داریم آن طلاها را چطور استفاده میبریم؟ این طور چگونه شهر میخریم؟ فهمیدم. برای خریدن آن زمین ها اجازت لازم است. تنها پول کفایه نیست. هلدون تو بسیار انسانی خنده آوری. آیا من اینش را نمیدانم؟ عقلی که تو داری من ندارم؟ نه استغفرالله. لیکن چی؟ کار اجازت حل است هلدون. کدام زمین را که خواهی گیر. این کار را من حل کردم. تو خواطر نشو. من برای تو تمامی درها را میکشایم. تو باشی خزینه را میکشایی. فهمیدی؟ فهمیدم. بسیار خوب. هلدون اگر مرا گوش کنی بای میشوی. برعکس اگر گوش نکنی حالت برفیقت مانند میشود. چی شد؟ دلت زد؟ یا وجدانم ناراحت شد؟
خیلی که میدونی من این کارها را دوست نمیدارم. چیزهای نالازم را به خطا پرداختم. میدونی به انسانی پای بی وجدان چی میگویم؟ محترم میگویم. اما به کم بغلی بی وجدان چی میگوین میدونی؟ فهمیدی؟ زندگی کردن نمیخواد. حیات در بالای میز کاریت و درس حیات بود باید. دیدن خاموش کنه. هالدون دیوانه بر این داد نزن. دیوانه شماید. داو به نزد دخترت را. اینش فرزندی تو نیست. مادر شما چی ها میگوید؟ تو اعتبار نده. رفته.
دیدم زودتر با اون طرف میریم زودتر بیدا موقع نبینم زودتر بیدا نه هیچ چیز ندیدم نمیآید اکا اگر کودک گیریه کنه چه میشه؟ نه کودک خوب است بحری دادرم نفس نمیکشد بحری کودک نفس نمیکشد بحری دادر جان التماس نفس کش دادر جان التماس نفس کش التماس بحری نفس نمیکشد